الو. کار تمام پیکست. اینجا سوخته ایستاده است. با ماشین های آتش نشانی خبر ده. دست های درد را نبیند آنه، اما در اینجا یک دوست دیگری من هم این خبر را شنیدن میخواهد. التماس یک بار دیگر تکرار کن. گروه مقامات ضد تروریستان و دادستان به خاک یکسان شدند. همه‌شان تیکه تیکه شدند. نابکار، حیوان رذیل، تو را میکشم. بیشرف، جوابی همش را میدی. آرام شو شیرک من. حالا در یک حالت قرار داری که مرا تهدید کردن نمیتوانی. بچه ها زود باشید از اینجا برآمدن در کن. بچه ها تستر برایید، تستر. مندو آقای دادستان، خوب هستید؟ من خوبم سردارم، خوبم. سردارم خوب هستید؟ سردار شما خوب هستید؟ شما خوب هستی؟ خوبم. عثمان شما زودتر داخل رو تفتیش کنید. ممدو تو چی خیل؟ بچه ها یاری دید بچه ها. تستر. خیریت، همه سیاد و سلامتند. با ما چی شده؟ با ما حمله کردند آقای دادستان. شما خوب هستید؟ فکرم سرم آسیب دیده است. نیازی در حال یاری تجلی را جغزم. جغ زدیم، در راه است. یگام که زودتر خوبه بعد رو بیند. اطاعت سردارم. حال کنم رفته بین. بله در اونجا بودیم. وقتی ویدات رو سوال میدادیم ناگهان یک SMS اومد. برآمدنی بودیم که ترکیش شد. با یک از آب نجات یافتیم. چه خیل نامر؟ ماشین را نگه دار. و تو امکان داده بودم، اما تو با من خیانت کردی. باید تو را بیشتر میکشتم. اکنون عمرت به آخر رسید. دیگرهایش را هم فرارید. زودتر. تا جانو یعنی فرار تستر. زود. برای نجیب سردار بسیار غمگین شدی. گپ زن ثابت، گپ زن. نگران نشو، کارت را تمام میکنم. بعد شما را هم با مایلیتاب نزدی نجیب روان میکنم. نمیگذارم که دوستان را از یکدیگر جدا کنم. همینطور نه. سردارم یک راه گذر دیده است که حمله را از بینه روبرو کردن. زودتر رفتن اونجا رو بینید. نیسته زودتر. اطاعت. ممدو تو چی کردی؟ رفتن میتوانی؟ رفتم میتوانم. زودتر بچه ها. رفته مایلش. نیازی شما ویداد رو ببینید. همینه. ما سرکمیسه. بیا رفته بچه ها. مایلش رفته. آقای دوستان با شرافتتون نجات یافتیم. با من یگان علاقه ندارد آقای دوستان. معلوم که حالا اجلمان نرسیده است. شکر الله که سلامت ماندیم. هزاران بار شکر. خیز اینقدر آسان نمیموری گیت. تا زاری کردن از شطه میخوری. تو را زدم ایوب میکنم. دیگه اسم تو یک چیز گویم گوش میکنی. بگو. گوش کن. پرینی ما 9 ساله میشود. آن کودک از تو دیده سختر میزنه. میفهمی؟ تو گویا که سیله میکرده باشی. اگر همین رو هم زدن حساب میکنه. دیکاس مثل یک دختری نابالغ ضربه میزنه.
SMS رو کی روان کرده باشد؟ انیق نمیدانم اما تخمین کردم میتوانم. شخصی که SMS روان کرده سردارم گفته نوشته است. کو زنگ زن کی جواب میدهد؟ سرکمسر الو سلام، من نجیب الماس. الو با من از این تلفن یک SMS اومده بود. با این خاطر زنگ میزنم. نجیب یلماز؟ آقای کبیلای شمایت، نام دیگرتان پیکاس. مرا حیران کردید. با گمانم که مثل من نی. از شنیدن صدایت بسیار هم شاد شدم. به شعبه ما حمله کردن. تو باشی با من SMS روان کردی. با گمانم که از تو قرضدار شدم. دوستان ماز برای همین روزهایان نجیب. SMS رو پیکاس روان کرده است. یعنی چی خیل؟ نمیدانم. از تلفن SMS روی کردیدن سرکمیسر. یگید حلالت بود. ما دوی که دوست هستیم، پس چرا فهمیدن این حمله رو مخفی نگاه نمیداری؟ باور نمیکنی اما در خوابم دیدم نجیب. وقتی که بیدار شدم دلم سیخ زد. گفتم که هر جا نباشد سر نجیبی ما در بلاست. برای این کار تشکر. دیشب من هم یک خواب دیدم. گویم باور میکنی؟ تو چی خواب دیدی؟ تو را زیر سوال قرار دادم. گویا که از امنیت چیزی رو پنهان میکنی. های های، یک کار دارم تمام کرده برمیگردم. در کجایی؟ وقتی که برگشتم زنگ میزنم. باید خاموش کنم. بیشرف جاهل. خودت را زیر رنگ میپنداری ها؟ تو باشی همیشه خوب هستی پیکاس. چه فریب کردی من پیکاس. اکنون کارا تمام شد. نجیب سردار تو را آزاد نمیموند. هی به عقل نادان، هی تو احمق. خیری وای پایم، خیری وای پایم. خیری سزایت امیر. بیشرف زورت به او رسیده. مرد باشی مرا پران. خیری با تو بگویم پران. خیری خدا بخشت. آرام شو شیرکی من. شب دراز است. بسیار شطه میخوری. قوت را بهوده صرف نکن. باز در جای شوقاورش نموری. آرزویم را به باد ندهی. کن اینها را برد زودتر. عاطف چیکار میکنی؟ سردارم با این تجهیزات انفجاری سر و کار داریم. میبخشی زنکالا، جواب دادن نمیتونم. زودتر برای من مکن این SMS روان کرده رو معاین کن. سردارم این حال خیلی هم مشکل است. عاطف گفتم که یک کار کرده معاین کن. بسیار هم ضرور است. اطاعت سردارم، لیکن کمی وقت ضرور است. مایلش. مانده نباشد بچه ها. تشکر سرکمیسر. از اینجا افتید. بله سرکمیسر. یگان چیز رو معاین کرده میتوانید. ایزی انگشتش رو گیرید، رقم‌هایش رو گیرید. اگر لازم شود میپرسید. اطاعت سرکمیسر. الو سردارم، سلاح کلان یافتیم. اما کمی از جای واقع دورتر. نه یگان پای نمیافتیم. از کامراها هم اش رو میبینیم. آها، مال سردارم، تشکر.
سلامتی زخمدار چقدر است؟ بسیار زخم برداشته است. خونش زیاد رفته است. با بیمارخانه خبر میدیم. زود جراحی خانه رو آماده کنن. گروه خونش رو معاین کرده؟ در حجت‌هایش ثبت است. مرکز مرا میشنوید. در اینجا بیماری وزنین است. در حال جراحی خانه رو آماده کنید. و تو کی خبر داد رانو؟ از بیمارخانه زنگ زدن. گفتن که بیمار شده است. خدایا پروردگار. با ممدوح زنگ زدی؟ زنگ زدم. جواب نمیدهد. نجیب جواب نمیدهد. آنا با فکرم ماشین یوری تجلی می آید. در درون ماشین کی باشد؟ در درون ماشین کیست؟ مادر به شما چی شد مادر؟ ولی روح شاید زخم برداشته است. از چندین جایش. خانم زخمش وزنین است. خانم زخم برداشته است. از چندین جایش. اجازه ده در حال به جراحی بردن در کار. التماس اجازه ده. رانو دخترم آروم شو. آروم شو. راه بهت گذرد. مادر التماس چشمتون رو بشون. رانو رانو اینجا بیا. مادر آنا دیدی دپا با مادرم چی کار کردم؟ آخر گفته بود که او رو میکشم. گریه نکن همش میگذرد. نگران نباش زیاد میشود. پدرت زیاد میشود دخترکی من. گوش میکنم. چی شد رانو؟ با من زنگ زده بودی؟ بله. تو گریه میکنی؟ پدرم ممدو پدرم رو. رانو خوب هستی؟ چی شد با پدرت؟ با من دی. رانو الو رانو ممدو من هونیر. چی شد اپای هونیر؟ در کجای؟ در بیمارخانه ممدو زهرا تیغ زده. چی؟ سلامتیش چیکار؟ آنقدر خوب نیه. در کدام بیمارخانه؟ در بیمارخانه اورانیه. مایلش اپا من حاضر میایم. اپا دکتر پدرم رو نجات دهید. از دستمان هرچی آید میکنیم. نگران نباشید. التجاز میکنم رو نجات دهید. آروم شو. آن طبیب کارش رو کنم. نشین. چند بار به گفتم با نجیب سردار گپ زنید. یک روی نکنید. اگر در وقتش مصلحت میکردن حالا این حوضیری نمیداد. آروم سردارم چی شد ممدو؟ دستگیر کردید مگر؟ نه سردارم. دادستان سوها در بیمارخانه رو زخم دار کردند. چی گفتی؟ مرده است؟ نه لیکن بسیار وزین است. رانو و اپای هونیر در بیمارخانه اند. حاضر زنگ زدند. ای خدایا همینش نمیرسید. یک روی کرد نتیجهش باید همین میشد. انشالله که نجات می‌یابد. انشالله. سردارم جای تلفن را معاین کن. خیریت که یک خبری خوش. ممدو تو با بیمارخانه بنزد رانو رو. من باشد رفته پیکاس رو میکوبم. مایلش سردارم بعد گپ میزنیم. عاطف زودتر نیازه رو بنزد من روان کن. گویی که بسیار کاری ضرور است. زودتر. خوب شده است. جناب آیدی ترکیش یگان پای رو پیدا کرده. همکاران ما کار را ادامه داده ایستادند. وقتمون کم است. با اجازت شما. به فکر شما این ترکش کاری کیست؟ گوش کنید. وقتش که آمد مسئولان به شما خبر رو میرسانند. التماس اجازه دهید. التماس کمی هم باشد معلومات دهید. گفتم که بدتر میگویم. اکنون مرا اجازه دهید. خواهش اجازه دهید. راه رو کشید. خیره پایت چقدر است؟ بسیار درد میکند. با فکرم کمی پس بیهوش میشوم. تو کمی صبر کن. در حال جانت رو نده. مایلش صحبتتان تمام شده باشد. مسئله اساسی را سر کنیم. کمی خنده کنید. روی تروش نکنید. بخشی مستقیم است. بنوار گیر. مایلش برایت یا یکی به معده‌ات؟ به من فرقش نیست. بازی را ویران نکن. یکی را انتخاب کن. پس به شکمم. چقدر فریب کردم ها؟ چیکار میکنی پیکاس؟
در تو نشانی از آدمیت نمانده است. چیزی که میخواهی گفتن گیر، کفی منو نمیپرونی. در آخر مثل پدرت مرده میروی. به من گوش کن. اگر جسارت مردی داشته باشی دستم را کشا. مثل مرد میزنیم. یک به یک. جسارت داری؟ جسارت مردی داری؟ داری؟ نخواد با این ترسانچه اکچونین پیشنهاد کنی. انتظاری نوبت از شد ضابط. چرا میزنی برادر؟ مگر ما تو رو میزنیم؟ بس است. آقای پیسگار یگان خواهش داشته باشد اجرا کنیم. هر کاری میکنی کردن گیر. عذاب کشن. کاش که ما هم در آنجا میشدیم. جناب ما هم رهیم. یکیت را یک دوتا میزدم. مرا یک بار دستگیر کرده بود. قصدم را میگیرم. بله مینیک، برای تو چی خدمت کنم؟ مثلا دندانش را کن. بله دندانش را کن. با کمال میل. برای من دندان کنک بیارید. خوب شده است جناب. ایسته صبر کنید آخر. این کاری ماست. شما چی با ما تقلید میکنید؟ با خودتون یگان شکنجه دیگر یابید. آدم برین ها. خیری گم نزن. آخر وای همین قدر عقل و جرأت دارند. اینها حتی کارهای دولتی را از دور تماشا کرده تقلید میکنند. میدانی حتی خونشان خونی آدمی نیست. خونشان مثل نیتشان افلاس است. افلاس. همین میشود جناب. میشود پاکیزه نیست. دیگر فکری پاکیزگی این را نمی کنیم. همین خیل نه. برای من فرقش نیست. میتوانید سر کنید. او را دار. دهانت را کشا. در آید. سلام پیکاس. حالا هم با اونها مشغولی. خیلی چی کار کنم؟ من از کندن دندان این کیف میکنم. من به وعده‌ام وفا کردم. امنیت رو ترک کنده پلیس و دوستان رو کشتم. حالا نوبتی توست؟ اینش باز یک ابله دیگر است. ثابت به فکری من در ما جاهلان و ابلهان خیلی هم زیاد شده. نه ثابت؟ با خدا مفسینی آنها اکنون سر شده است دیگید. نگاه کن با کجایی که دستت را دراز کنی آنها با دستت میافتند. اینها برای چی میخندند؟ نجیب نمرده است. نمرده است؟ چرا نمرده است؟ این برادر چالاکی کرده. پیش از تو SMS روان کرده است. به من گوش کن. چهره مرا خوب در یادت دار. اگر خدا راضی شود و یک بار دیگر با هم واخوریم مرا که دیدی یقین دان که عزرائیل را دیده ای پس به خفایت نگاه نکرده گریز. فهمیدی؟ این توصیه من است به تو. پیکاس اینها شبی درست همی خیل میلخند. زنده به زنده دلت را کندن نزد سگان میپرتایم. فهمیدی؟ این گپ رو فراموش نکن. اگر واخوریم به خاطرت میارم. خوب کنیست. ای بست. این از آنی من است. من میروم. اسلحه رو کی میگیرم؟ نجیب که زنده باشد پس کاری ما حالا تمام نشده است. از تو یک خواهش دیگر دارم. چی خواهش؟ دختری دادستان سوها رانا درد سرمون می شود. یعنی؟ رانا و حجت‌های در دستش بوده را گرفته به انبار دلولو بیا. از آنجا باشد سلاح را گیر. بی صبرانه انتظارم. اول حجت‌ها. هرگز نسبت به رانا یگان فکری بد نکن پیکاس. هرگز. ای احمقی نابکار. زورت بزن میرسده. پیکاس اینجا کسی گپ میزند؟ اگر از دست تو به پای رانا یگان خاری خلد پیکاس مرده باشم هم از نو زنده شده تو را میکشم. مرا فهمیدی؟ تا بازدید دیگید. از نام تو برانو سلام میگویم. تا بازدید پیکاس. بازدید. بله در کجا بودیم؟ دهانش را کشا. ایسته سرکمیسر.
سرداران با کجا می رویم؟ سلاحت رو به سنج نیازی. با فکرم با جای خطرناک می رویم. نشان میدیم که راکت پرتافتن به بنای امنیت چی بوده است. انا آفرین دستت درد رو نبیند به شرف. یک هفته شد که از درد این دندان خوابم نمی بود. با فکرم دندانی پوسیده اش رو کندی. یگان دندانی صحتش رو برای من یابید. راهنات را کشا. طرفی چپ طرفی چپ. حالا زوری هم میکنی. بسیار ضربه خوب گیرید. دیگر امکان خستنش نموند. میتوانید مثل داوران بوکسچیان حساب کنید. مرکزی پرودوسری همصدا تقدیم میکند 17 و 18 سентябр соати 17 дар толури коқи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Менду ва Хайрӣ 20 солади استقلالiyت جمهوری تاجیکستان مبارکی دوستانه است. مو شما را روز 17 و 18 سپتامبر در کوکی борбад интизор аст. чиптаҳоро аз кассаи коқи борбад бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28 истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. رانو چی خیلی؟ ممدوح پدرت چی خیلی؟ چی خیلی میشدم؟ طبیب یگون چیز نگفت؟ دو در درون است. نجیب در کجاست؟ برای چی اون آمد ممدوح؟ شما نمیدونید که بسری ما چی فلاکت آمد. باز چی شد؟ با امنیت حمله کردند. چه؟ نجیب چی خیلی است؟ نجیب چی خیلی؟ همه خوب است نگران نباشید. با آسانی نجات یافتیم. خدا را شکر. ممدوح راستش را بگو. نجیب خوب است؟ اپا خوب است. برآمده با امنیت رفت. با جای اودیسه. خدایا دیوانه میشوم به خدا. یگان روز مرا میکشد او. همشیره پدرم چی حال دارم؟ التماس یگان چیز گویید. یک ساعت شد که یگان خبری نیست. یگان کس چیزی نمیگوید. خانم التماس جراحی دوام دارد. حالی پدرتان تا حال خوب نیست. بس کن دخترم بس. با فکرم نجیب سردار است. از کجا دانم؟ انا دردی سر. زودتر رفته به درون خبر ده. با کجا؟ پلیس میبخشد اینجا مکان مخصوص است. اجازت نامه اتون را نشان دهید. جناب چی شد؟ نجیب سردار اینجاست به درون می‌دراید. چی خیلی اینجا را یافت؟ پیکس حالا که وقت داری کاری ما رو تمام کن. پیکس رزیل. پیکس من هم یک دندان پوسیده دارم. عرصه‌اش را با جغل انداختم. پس با بحبت‌های زود باشه. بله جناب. چخیل بر؟ من شنا کرده نمیتوانم. چخیل بر؟ شنا کرده نمیتوانی؟ بسیار بد. در آنجا چی گفت پیکس؟ جناب با سببای تکنیکی پخش مستقیم را قطع میکنیم. چرا قطع کرد؟ خود آیسته تر رفتیم. خیز از جوی اینها را جمع کنید. بندها را گیرید. گفتم که پیشتر رو. کی آمد پیکس؟ نجیب آمده است. چه فرصت خوبی فرا رسیده بود. دیوانگی نکن مینیک. تمام امنیت میداند که نجیب مرا میکاپد.
خوب شده است یگان چیز نیست آرام شوید نیازی با فکرم که این برادران تا عقلشون به جایش آمدن اجازت گفتن میدهند امکان ناپذیر است تا یک هفته دیگر به خودش بیاید ما کارمان را به حضور میکنیم بیا رفتیم پامیدارها رو به این طرف مانید بادرینگ ها رو آن سو پوسیدهش را جدا کنید باز عیب نشود خوب شده از جناب اوه نجیب غافلگیر کردی برای کار در اینجا چکار میکنید؟ بچه ها برای نجیب سردار چای شیرین بیاره زودتر حاضر جناب کاری میوه و سبزوات را سر کردیم زمین هایمان انشالله که خیلی با برکتند انا ببین دعوت نامد را گرفته بودم حالا هم دیر نشده است اگر به تو میشد که ها باز زمین ها رو میفروختی میوگی و سبزوات هم بر هم میخورد خطا فکر میکنی نجیب من و تو از یک صف هستیم این را هیچ نآموختی هر دویمان برای زمین های این وطن کار میکنیم اصلا تو خطا فکر میکنی من و تو در یک صف نیستیم تو کرپشه من شمال کرپشه ها را در گردبادش نیست میکند من به تو چی بدی کردم من لایق این سخنهای تو نیستم در این حیات مهم نیست که چی را تو حق می حسابی پیکاس فکر کردنت هم مهم نیست مهم تنها یک چیز است مهم آن است که شاید آن را در آن دنیا تو فهمی خاک شده میپوسی بعد از مرگ یگان چیز وجود ندارد خاک شده میپوسیم آیا پوسیده ها باز یک بار دیگر میپوسند؟ من این را نمیدانستم اما توصیه من به تو این که قصه مرگ را وقتی که سرت را زیر کرپا کردی خوب فکر کن پس میبینی که فکرهای دیگر شده است سردارم در زمین نشانه خون است ای برادر آخر این چه خیل می شود باز در این سال و زمان نخواد که در خلطه انداخته مرا به آب پرتوید این چه خیل می شود شما چه خیل آدمان جاهل و قفا مانده بودید آخر یک بار پرسید من شناوری رو میتوانم یا نه یک بار پرس برادر خب کن تمام خیری تو چیکار میکنی اکا آخر من وقت رو گرفته ایستادم تو چی میترسی خیری چی میترسی مگر در درون خالته شنا کردن میتوانی ها خیری از شما یک خواهش دارم مرا از همه آخر پرتوید خب بسیار میخواهم که شنا کردن خیری رو تماشا میکنید که تماشا میکنی ای برادر آخر دست آخر من نگفتم بودم که مرا از همه آخر پرتوید شما چی عقل ندارد مگر نمیفهمی تو این با آب پمیدار مانند نیست در اینجا چی شده است؟ به احتیاطی کردند دست یک برادر را در زیر کرده است او را به بیمارخانه روان کردیم شد خیر نجیب من باید روم به آلمان بار فرستادنم لازم کنیز کجا حاضر تربوز میکشه اینش باز چی؟ به اجازت من به هیچ جا نمیروی تو چیکار میکنی نجیب؟ کنی شما در اینجا ایستید سردارم پای خون به این طرف میرود مرا برونید اکا زورا میکنم التماس میکنم مرا از اینجا رها کنید یاری دهید یاری دهید یاری دهید یاری دهید خیری؟ سرکمیسر یگید و اکی ثابت رو به بر پرداختن زود باشید نجاتشان دهید همینش نمیرسید زود باشید نمیشم این را دار بسم الله الرحمن الرحیم یگید ثابت
сардорам ягон чизро намебинам. ягон ташро ёфтӣ ниёзӣ? не сардорам, торик аст. боз якбори дигар ниёзӣ. آقای طبیب جراحی چی خیلی گذشت؟ شکر که خوب گذشت. کمی مشکل شد اما پدرتون نجات یافت. خبری خوش. خدا را شکر که نجات یافت. خدا را شکر. چی خیلی زخم دار شده است؟ تیغ زدن. 6 جایش زخم دار بود. یک تایش 1 سانتیمتر پایین‌تر از دلش بود. اگر به دلش میزد امکان ناپذیر بود. کی به خود میآید؟ انشالله سحر. تا حال در تاثیر نارکوز می باشد. حاضر او را به احیاگری میبریم. برای این کارشون جواب میدهند. نابکاران، بی‌ناموسان. رانو، بسیار خسته شده ای. بیار کمی دم گیر. وقتی پدرت بیدار شد باید تو را با قوت بیند. همه‌شان را نیست میکنم. همه‌شان را. رانو چی شد به تو؟ رانو همشیره زودتر از هوش رفت. رانو سردار یگید کجاست؟ یک خلطه برآوردم نمیدانم. انا در آنجاست. در آنجا سردارم. انا در اینجاست. یگید زود باشه. زودتر. سردارم. سرگرمستر یگید در کجا؟ اگه صوبی زودتر بروی. سردارم دستتان رو بگیر. زودتر. زود باشید. بیوید میبروریم. دارو دادم. کمی خواب کند به خود می آید. تشکری زیاد همشیره خانم. تشکر. بیچاره رنا برای پدرش یک بار هم چهره‌اش خنده رو ندید. چند بار گفتیم همکاری کن با ما. قریب بود که او را میکشتن. رنا را هم خواطر کرد. خیر چیکار کنم؟ پدرش هست. او را پرتویت نمی شود. فروشت نمی شود. دختری با رحم بوده است. حتی برای این خیل پدر اشک ریخت. بسیار غمگین شد. یگید خوب هستی؟ با خدا. یگید با خدا. سردارم من یک نفس سنیده هم. آنگاه زنده میشود و تو میموری. سردارم شما خودتان نفسی سنئی دهید. نه من این کارو نمیکنم. مانم که در اینجا مرده رود. زودتر سردارم. ما اگر غرق شویم با مردن تن نمیدیم. مرده رویم کی میداند که احوالمان عاقبت کارمان چی میشه. خدا میداند. با تو چی شد؟ بای من خیلی سختت میفرستد. یگید بیا تو را با بیمار خانه بریم. خدا مردن هم یک امری ساده بوده است. نمیشم به آب در آمدم. بسیار میخواهند که ما را در جوانی هم قتل کنند. این خیلی نمیشود آخر این خیلی نمیشود. شما چیکار میکنید؟ من نمیفهمم. این طور نمیشود آخر از برای خدا. ما هم تر شدیم. صدایمون برایت مگر؟ تاریخ خیلی بلند بوده است. وای میمرم مادر جان. زودتر را گرده. آره طاقت کن زودتر. رفتیم.
دخترم. ما را خیلی ترساندید پدر. کاش که میمردم. من حق زیستن ندارم دخترم. این خیلی نگه. انا بینید خداوند به شما یک امکانیت دیگر داد. مهم آن است که زنده هستید. حالا فرصتی توبه کردن هست پدر. من احمق بودم. شخل به آنها باور کردم. از این پس من با شمایم پدر. ما قصاصمون را از اونها میگیریم. یک جایه با من وعده دید که دیگر از گپی من نمیبرم. مایلش ماشاءالله انا بین خنده میکنم. پدر و دختر آشتی شدن به فکرم. این کارها این خیل میشوند. عقلش به سرش داد. به فکرم به سرش داد. ممدو من چی میگویم و تو چی میگویی؟ حجت حال از خانه گرفتی؟ بله گرفتم پدر. احتیاط کن. در آنچه سند ها و معلومات هایی هست که همه‌شان را به محبس میکشد. شاید از پی تو باشد دخترم. پدر آنها با من هیچ کار کرده نمیتوانند، چون که من از آنها نمیترسم. مرا ببخش. شما را همین آدم با آب پرتافت. نه، وقتی که ما را به لب آب آوردند این جناب در آنجا نبود. تو هم یگان کس را ندیدی؟ آدم بسیار بود، اما این آدم نبود. چنانه که میبینید من بیگناهم نجیب سردان. اکنون میتوانم که روم. تو چه ها میگویی؟ شخصانی که ایگید را به آب پرتافتن یگان بار ندیدم، نمیشناسم. به زدن خیری باشد من یگان علاقه ندارم. آنها را بیارد. حاضر میفهمیم. این آدم را میشناسید؟ نه نمیشناسم. پیشم ندیده بودم. اما وقتی که شما در نزد در می ایستادید و در درون بود. شاید از دیگر جا آمده باشد. یکم بار میبینم. مایلش مادامی که آدمان ما را با بحر پرتافته مردند یگان آدمی گناهگار نمانده است. بیاناتمان را نوشتیم. تمام، اکنون ما میرویم. برای چه اینقدر سراسر میگید؟ مایلش برایت. غیر از ایگید طاقتم تاق شد. شما هم عیناً مثل من بودید آقای دادستان. میرویم.
بچه ها شما به کجا می روید؟ عاقبت این کارتان آنقدر خوب نیست؟ ما با عیادت خیری می رویم. انشالله که همین می شود. یک سوال دارم. SMS را با من تو روان کردی؟ گفتم پسر دارم من دیشب پیکاس را ندیدم. شما رو جه میزنم. آمدم آقای دادستان. رفتیم. آنها رو باید یابیم. بشکن ثابت. اول نظر آنها می رویم. اگر در آنجا نیفتیم بعد آخر در کجا بودنش را می دانیم. رفتیم ثابت. بیمار رو بسیار خسته نکنید خانم. حاضر میبرم. رانا پدر نمیخواهم به تو ضرری رسد. آنی مرا دیدی سالهای دراز دوست داشتم آنها را در یک میشه زدن مرا نیست کرده پارت افتند. اگر با دوستان این خیلی معامله کنند آنجا تو رو میگیرم بعد به واسطه تلویزیون نشون میدیم. خباتر نشوید پدر من باز میایم. احتیاط کن. چه شد؟ باز یگان سخنی ناجا زد؟ نه هیچ چیز نگفت. نگفت؟ پس برای چی عصبی شدی؟ پدرم رو قریب میکشتند پای هنر. آنها هم امان رو نصف میکنند. ما همین خیلی نگاه کرده میستیم. خیر چیکار کنیم ها؟ از دستمون هر چی آید میکنیم. یا رفته مثل راهزنها در سرشون پرونیم. من میروم. کجا؟ کار دارم. با کجا رانا؟ چه خیلی کار بوده است؟ کاری او تمام نمیشود. در یک جای آرام نمیایستد. خدایا پروردگارا این دختر مرا کسلی سرطان میکنند. جناب یکی از آدم‌های پیکاس زنگ میزند. فوری بوده است. لابای چی؟ پیکاس دستگیر شد؟ ایوه مایلش من از پیش میشوم. شما او را تنها نگذارید. چی گپ شد؟ نجیب پیکاس را دستگیر کرده است. وای انجمن بزرگ با شنیدن این خبر در غضب می شود. انیق ما رو این مراتب نیست می کند. این خیلی فکرهای بد رو نکنید. در حال با انجمن و خوردن لازم. رمزش رو بگید. روزی زاد روزی تو. اکنون کارتون تمام شد.
бале, интизор набудӣ. Кани пештаро. Роҳ гард. رانو 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 در کجایی؟ خدایا در یک دم کجا گم شد این دختر؟ ایست پلیس! الو من سرکمیسر ممدور زود به همه خبر دهید روزنامه‌نگار رانو توپل را بودند رقم ماشین 34 یا 9549 دوستم چی خبر؟ کسی رانو را بود. ای خدا دیر کردیم. برای چی دیر کردید؟ گفت برای چی دیر کردید؟ رفتیم ثابت. نیست. زودتر. یگان جای نمیروی. یگید شما چیزی را میدونید؟ خوب شده است. شخصی که رانو را بوده است تروریست با لقب آنا است. او را با یک انبار میبرم. مکانش را میدونید؟ دوستم تو به این کار همراه نشو. ما حل میکنیم. چی خیلی کاردار نشوم جورا؟ چی خیلی کاردار نشوم؟ سراغ را گوید. مایلش همراهی ما بیا اما آنها را به تو نمیدیم. میبخشی جورا اما اجازت نمیدیم که کاری غیر قانونی کنی. چه خیلی که باشد یک بار خطا کردم. مایلش تنها یک چند ساعت با ما میدهی پس او را خودمون به امنیت میاریم وگرنه به تو میرویم. نگران مباش صحت و سلامت میاریم. با شرطی که صحت و سلامت بیارید. مایلش قبول میکنیم. تمام قبول داریم. رفتیم دوستم رفتیم زودتر. از کجا میدانستی که اینجا رو میتر کنند؟ اکنون گپ زنی هم میشود. من همش را گفتم دیگر سخن ندارم. درآیید. من ادوکات آقای کوبیلای موکلم را با کدام گناه باز داشته؟ مرا گوش کن. دیشب اینجا با سلاح زیاد حمله کردند. موکلتون با این کار علاقمند است. این را اثبات کنید. SMS روان کرده اش است. نجیب خبری فرستاده را میتوانی با صدای بلند برای ما خوانی؟ به این هم وداد اعتراف کرد پیکاس. دیگر نجات نمیابی. بیهوده زور نزن. تیز موکلی مرا آزاد کنید وگرنه از روی شما شکایت میکنم. رام و کسی که میخوای شکایت کردن گیر. دامت را گیر. اگر خواهی که از اینجا زنده برای خاموش شو فهمیدی؟ فهمیدم. حاضر به تو نشان میدهم. تلفنم زنگ میزند. اجازت هست؟ مرحمت. دختری سوها در نزد من است. تو در کجایی؟ من کمی کار دارم در بیرونم. چیکار کنم؟ کاری همه وقته رو کن. خودت میدونی کو. یعنی او رو پرونم؟ فهمو مایلش؟ بله همین خیل کن. قد میکنم. چه علاج؟ کارهای میوه و سبزوات بیهوده و بهوده زنگ زنن. میبخشید. موکلم را برای کدام گناهش گناهکار میکنید. گفتنی باشد زود گویید. برای یک SMS تلفن حق ندارید که یگان کس را دستگیر کنید.
بیانات وداد گفتن شخص باشد وجود هم ندارد. ما میرویم. در حیاتم مثل تو بر این دختر یک رو رو ندیده بودم. تو این دم خوب طاقت کردم، همش تمام شد. از روی حسابی کرده ای تو تمام شد. چخیر؟ 1 سال انسان برابر 7 سال سگ ها بوده است. در کینه فیلم ها دیده بودم. از روی حسابی کرده ای تو تمام شد. تمام میگویی؟ با فکرم تمام. سلاحات را پرتا. پلیس. شوخی میکنی مگر؟ سلاحات را پرتا گفتم. نمیشنوی؟ تو سلاحات را پرتا، نباشد این زن میمورد. دوستی من از التماس میکند. چی نمیشنوی مگر؟ ها؟ این زن التماس را نمیفهمد. من زبانی او را نمیدونم. رانا خوب هستی؟ خیریه در وقتش آمدید. خدا از شما راضی باشد. من نجیب سردار میگویم که ما رو با مجادله ضد تروریسم وظیفه دار کنند. برای چی دوستم؟ همراه رانا یک کمیته ضد تروریسم برپا میکنیم. ای شما رویده کنون. هر چی مصلحت کردیم همون. ما کمی کار داریم. شما چی کار میکنید؟ این زن محکوم است. همین خیلی نمیم دو؟ میبخشی رانا، ما با ممدو یک شرطنامه بسته بودیم. رانا از آن ممدو، این باشد از آن ما. با او کمی صحبتی خاصه داره. نه نمیشود. شما انیق او را کشتن میخواهید. ای جورا جان، من این زن رو ما میبریم. دوستان، الوعده و داین گفتن. تو به ما وعده دادی، ما هم به تو قول دادیم که او را با دست خودمون به امنیت میسپاریم. موافق وعده ایگید سرش رو میبرد، بدنش رو با پاچته روان میکنیم. شوخی میکنیم دوستم، شوخی میکنیم. با این زن یک کاری ضروری داریم. نگران نباش. به تو وعده میدیم که او را سلامت به امنیت میرسانیم. با تو باوری دارم جورا، اما اگر با او یگان کار شود گفتیم که نمیشود. مرا هم مثل خودتون کردیدم. گوش کنید، نجیب سردار نفهمد. بین خودمون میلش تو بازید رانا. پروا نکن. هر وقتی که خواهی سرت را در بالا انداز. نگران نباش. خدای توبه میم دو خودش چی گپ است؟ روید. راه گر رانا، راه گر. سوال نده. 1 دقیقه. قریب بود که حجت ها رو فراموش کنم. این کاری کرده از ضد قانون می باشد. ای رانو، باز تو سر کردی؟ وقتی که یگان حادثه به سر تو آید من مجبور میشوم که قانون ها رو شکنم. همه عیب تو است. عیب من با من چه علاقه دارد؟ بسیار علاقه زیش دارد خانم. وعده ده که دیگر نمی کنم. وعده ده. مایلش وعده میدهم. یک بار دیگر نمی کنم. اما وعده دادی. اکنون راه گرد. انا این حجت ها را برده به نجیب سردار می دهیم. خیر، آخرین بار به تو چی توصیه داده بودم و یاد داری؟ اگر مرا زنده ببینی باید چیکار میکردی؟ ها؟ فکر میکنی که از تو میترسم؟ باید چیکار میکردی میگویم؟ ای بست، نخود که تو بزن دست برداری. چی خیل زن ثابت؟ او مگر زن است؟ او شرف انسانی هم ندارد، حتی به قدری حشرات هم نیست. تو گپ زن به من، فهمون کارهایت را، گپ زن میگویم. آن راکت رو به بینای امنیت تو پرتفتی؟ پرتفته باشم خوب کردم. چی شده است؟ گوش کن، با تو میگویم که آدم بر این گپ زن، به خوبی سخن کن.
من شخصی عصبیم. ما وعده دادیم. مرا مجبور نکن که وعده خلافی کنم. بر سرت میپرونم. تو را پاره میکنم. میفهمی؟ پاره میکنم. هارون بیهوده مرا گرفته به اینجا آوردی نجیب. دائم به تو میگویم من کدام وقتی که خواهم میآیم، کدام وقتی که خواهم میروم. تو از آنها شکرگزاری کن. اما یک روز به نظرت با حجت‌های میآیم که حتی خودت در حیرت میافتی. اجازه دید رفیقان، اجازه دید. رفتیم. با من زنگ زن نجیب. رفته یک جای ماهی میخوریم. акай наҷиб سردارم او به کجا میرود؟ مجبور او را رها کردیم. акай наҷиб ана ин ҳуҷҷатҳоро аз падарам гирифтам, ба шумо овардам. дар ин ҷо ҳамаи ҷиноятҳое ки писагор ва кай миник содир карданд ҷамъ оварда шуданд. آقای کوبیلای، تکلیف تشکیلی ماهی را فکر کردم. رفیقانم میگم که 2 کیلو ماهی گیرند. در اینجا بریان میکنیم. چه گفتنی هستی؟ با من بیا. یک جای میبینیم. وابسته به یک چند سبب شما را به اینجا جر زدم. اول این که مثل ترکیه دولت پولونیا هم با قوت شده ایستاده است. از این سبب طیاره رئیس جمهوری آنها را ترک کردیم. باوری دارم که مدتی دراز است که این سروزیر را نابود کردن نتوانستید. یعنی این سوی قصد بود؟ با فکر تو این خیل نبود پیسگار. باید ما از این عملیات درس گیریم. چی گفتی؟ چه خیر؟ ما قریب در 20 سوی قصدی که علیه سروزیر کردیم موفق نشدیم. این عملیات هوایی به من الهام داد. شاید که ما حل مسئله را در جای خطا جستجو میکنیم. شاید با ضربه طلایی که در هوا میزنیم روح مقدس ارکین کندو را شاد کنیم. جناب، صدمه های طیاره ها کاری شایسته گروه ما و متفقان ما بوده. این گونه عملها را همیشه مخفی میکنند. این را شما از من دیده خوبتر میدونید. طیاره های وزیر ضیاء الحق را در پاکستان، سروزیر عدن مندرس را در لندن و گنرال اشرف بیتلیس را در انقره زده افتاندن نشانه های این می باشند. با اجازت شما، علاوه بر این در صدمه های طیاره کمی هم باشد احتمال نجات یافتن است. مندرس در لندن تصادفاً نجات یافت برای آنکه طیاره به بالای درختان افتید. بعد از این مندرس گویا که قهرمان شد. به هر حال یک چند ماه بعد انقلاب کرده او را بدار آویخته از او خلاص شدیم. بعد از سروزیر آزل با جسورترین سروزیر روبرو می باشیم. جسارت و دلیری او را که با یرکن کاندو بازی می کند با طیاره‌اش یک جا به چقورترین موقع زمین گوراندن است. کار کردن در کار است که یک ذره از پارچه طیاره به زمین نافتد. یعنی اگر طیاره ما در رفت سفر روسیه ترک کرد با یک تیر 2 نشان میزنیم و به مقصد میرسیم. بله، این مسئله می باشد که باید جدی فکرش را کنیم پیسگار. لبه؟ چی؟ نه؟ همه حجت ها؟ میلش پیسگار اینجاست. من اون طرفش رو می بینم. جنابان، خبری بسیار بد. چی شد؟ پلیس همه حجت‌های دادستان سوهر را یافته است. باز همه‌مان در زیر خطر قرار داریم. پس چیکار میکنیم؟ راهی دیگر نداریم. بهترش این سرزمین را زودتر ترک کردن لازم. سوهر، ما را سوزاندی. رفیقان، در نهایت شخصی را با تخلص پیسگار که یکی از بالهای اساسی بوده دشمن رقم 1 از پیدا کردیم. توجه کنید. من نامش تکین بطنای. این را شما میشناسید. متخصص کارهای استراتژی یکن کاندو کایا مینیک.
ин бошад бо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ дар беморхона хобида буд. Номаш ҳозирол, яке аз узвҳои асосии Еркенконду, дар соли 2011 худашро ҳамеша номзад ба раиси ҷумҳур шуданро эълон мекард. акнун Наҷиб Сардор, навбати шумо. طبق حجت‌هایی که آقای صاحب به ما داده است معلوم است که ارکنکاندو در سود عالی دوستانی با نفوذ پرقوت دارند. نقشه دارند که حمله های اساسی را از آنجا آغاز کنند. اگر ما چیکاری که کنیم دوستانی آنها از درون کار ما را برباد می‌دهند. این به همه معلوم است. اما تا حال اثبات نشده است، لیکن حالا شخصیت‌های اساسی آنها را ما می‌دانیم. این فؤاد توسونیر، این судья Орҳан Качан، این бошад ташкил кунандаи як маслак, собиқ сардоре ки ҳамеша додувой мезад, Эмин Оғо Пошо. муддати дароз буд ки аз пай онҳо медавидем. акнун ҳамаи онҳо дар зери назорати мо. дар дастамон барои дастгир кардани онҳо ҳуҷҷатҳои зиёде мебошад. ҳоло кор ба ҷое расидааст ки ҳамаи онҳоро дастгир карда ба ин ҷо биёрем. хуш, ҳама омодаанд? омодаем. вақте ки оғои мудир ояд, амалиётро оғоз мекунем. оғои пешво, ин масъалаи давлатро тарк кардан аз куҷо баромад? акнун дер шуд писагор. полис барои амалиёт кайҳо боз омода шудааст. набошад ба куҷо меравем? ба макони дур. пикасро нияти баровардан доштем. боз шуморо аз даст надиҳем. дар бразилия хоҳар дорам, ба назди ӯ меравам. пас ман ба русия меравам. маро ягон кор карда наметавонанд, барои ин ки беморам. ту ҳам дар ягон ҷо пинҳон шав. барои ман амрико бисёр хуб мешавад. то ҳол дӯстони бисёр дорам дар он ҷо. хезед, вақтатонро сарф накунед. тарки ватан кунед ва аз ман мунтазири хабар шавед. майлаш, пас мо зудтар меравем. тамошобинони гиромӣ, имрӯз дар амният ҳодисаҳои ҷолиб шуда истодааст. собиқ вазифадори давлат Кубилай Шоҳин дастгир шудааст. илова бар ин тибқи хабарҳои амният ҳуҷҷатҳои оид ба Эркенконду ёфт шудааст. давед шитобед. ҷаноб, гӯё ба амният якчанд ҳуҷҷатҳои муҳим омадааст. ягон чиз гуфтанӣ ҳастед? каме сабр кунед рафиқон. хабарҳои лозимаро баъдан медиҳем. хуш омадед оғои мудир. хуш бошед. Наҷиб Сардор куҷост? дар боло, дар утоқи вохӯрӣ оғои мудир. салом рафиқон. салом сардор. салом оғои мудир. хуш омадед оғои мудир. хуш омадед оғои мудир. оғои додистон, хабарҳои охирро шунавем. оғои мудир, ҳуҷҷатҳое ки аз тарафи додистон оғои соҳа омадааст тафтиш кардем. бисёр ҳам далелҳои ҷиддиро дар бар мегирад. рост? чӣ ёфтед? пикас зиёда аз 300 ҳуҷраи Эркенкондуро идора мекунад ки асостарин тимҳои онҳо Атмача, Сиртлан ва Ханҷар мебошанд. ҳамаи ҳуҷраҳо расмӣ буда, зери таххонаҳо силоҳҳои зиёдеро соҳиб мебошанд. як дафтари махсуси Каямини ки ҳамаи робитаҳои махфии онро ошкор кардааст, рӯйхати силоҳбадастони махсуси Эркенконду буда нақшаи суиқасд алайҳи Маҳмуд Турк ва Сармад Қаҳвачиро дар бар мегирад. ва боз нақшаи суиқасд алайҳи се вазире ки якчанд рӯз пеш рух дода буд. дар ин ҷо зикр шуда ки кори Эркенконду мебошад. оғои мудир, чиҳо мегӯед рафиқон? инҳо хеле кори ҷиддиянд. мутаассифона михел аст мудирам. истед, то ҳол тамом нашудааст. аз даруни ҳуҷҷатҳо боз нақшаи амалиёти гурӯҳи Эркенконду ва рӯйхати аъзоён баромад. баъд аз инқилоб нақша доштанд ки додистони кулро худашон интихоб кунанд. додистони кул мегӯед? бале, барои баъзе аз сиёсатмадорони ватанро хоин эълон карда онҳо рафз карданд. ҳатто рӯйхати онҳое ки баъди инқилоб дар маҳкамаву додситониву адлия вазифадор ҳастанд аллакай маълум мебошад. майлаш, кори лозимаро дар ҳол оғоз кунед. ҳамаи вазифа ба дӯши шумост. ман аз додистони кул ҳуҷҷатҳои лозимиро аллакай гирифтам. хуб, наҷиб зудтар корро сар кунед. рафиқон зуд бошед, меравем. ҳама баъди 5 дақиқа тайёр шавад. ба амалиёт меравем. сардорам, ман ҳам равам? медонам, лекин майлаш мемдух, ту ҳам рав. акнун сари вазифа мебошӣ.
جوابش را من میدهم. همه کاری تو را خودم تخت میکنم. تشکر به شما. زودتر بچه ها، زودتر. در آخر کاری که انتظارش بودیم آمد. اجازت؟ این مراتبه میسوزیم. چیکار کنیم؟ با کجا رویم؟ جناب، خبرهایی شنیدم راست است؟ دمت را گیر اسد. ما باید زودتر رویم. از کجا چه خیلی میگریزیم؟ مثل مرغ پرکنده شده ای. باید حل مسئله را یابیم. وقت را برد کنیم. کایا با فکر تو یگان کس می آید. یگان شخصی باوریناک. با تیاره سوار شده نمیتوانیم. کنی یک فکر کنم. کی را گویم؟ با کی گویم؟ فکر نکن. زود یاب. نه. بله کشتی های آنها با راه مخفی به یونان رفته می آیند. آنها مراجعت کنیم. شاید با ما کمک کنند. تو تا کی خاموش میستی؟ آیا باز کمی دیگر شلاق خوردن میخوایی؟ با تو کی سفارش داد که لباس های پلیس را پوشیده با آدمان تیر پرانی؟ گپ زن میگویم. پیکاس فرمود. برای چی؟ ما شرط نامه داشتیم. با سلاح تامین میکرد. بینای امنیت را تو ترکاندی؟ همیدا؟ بله. میباشی یگید من این زن را زنده نمیمونم. این خیلی نمیشود ثابت. وعده دادیم. مرد یک لفظ دارد. شخصا من قصدم را گرفتم. خوب او را زدم. راستی گپ من وعده نداده بودم. اگر تو وعده داده باشی فکر کن که من هم وعده دادم. ببین با ما زنگ میزنن. وای پیسگار زنگ میزند. یک چیز گویم، من هم وعده داده بودم ولی بعضا خاطره من مثل ماهی است. فراموش میکنم آدم برین با او سخن کنی. فهمیدی؟ میدانم وعده داده بودم لیکن مرا وعده خلاف نکن. فهمیدی؟ وگرنه مغزی سرات را پاش میدیم. لابای آقای پیساگور. آنه مرا خوب گوش کن. پلیس از پی ما میباشد. باید از اینجا زودتر رویم. با کجایی که باشد برای رفتن راضی میباشیم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. شما چند نفر هستید؟ من و 3 نفر دیگر. همه که 4 نفر. مایلش من با آدم های خودمان خبر میدیم. یک کشتی تیار میکنم برای شما. یونان میروید؟ الیاسکا هم میرویم. ما را از این سرزمین زودتر برار. 1 ساعت پس در انادولو وا میخوریم. مایلش بعد گام میزنیم. باید خاموش کنیم. حال پیسگار بسیار بد است. پیسگاری بزرگ مثل موش سراخی موافق میجوید. ثابت؟ بسیار خوب. اما حالا چیکار کنیم؟ این زن را برده با پلیس سپاریم. بله، اما اول پیسگار را به معکلان دوزخ میسپاریم. بعد چاره این را میبینیم. تا آخری با پیسگار به ما لازم میشود. همش رو حل کردم. 1 ساعت پس کشتی از انادولو حرکت میکند. من باید به زنم خبر دهم. نباشد خواطر میشود. حالا زنت را یک گپ گفته بودم. خواطر میشده است. گویا که حاضر وقت زن کلانه تو میباشد. ما در غم جان خودمان میباشیم. اسد آماده ایم. از شما 10 دقیقه خواهش میکنم حجت های مخفی را جمع کنم. چه 10 دقیقه اسد؟ پلیس ها این زمان یا زمانی دیگر می آیند. جناب یگان معلومات دهد. تماشابینان گرامی، گروه دیدید که خبرها بسیار هم جالب شده ایستادند. حالا باشند میبرویند. معلوم است که باز چند نفر دیگر را دستگیر میکنند. مقامات حال یگان خبری نداده است. زودتر اسد، زودتر. من دیگر انتظار نمیشم. باید روم. در جایت است حاضرال، در جایت است. از ما جدا نمیشوی. همینجا میمانی. ترسان چه که نوبکار در حال میگریزی ها؟
جناب داروهایتان را نیافتم. من داروها را رفتم. کایمینیک شما از پیش رفتن گیرید. زودتر. مایلش زودتر بیا. یگید بیا. نهایت پیسگار به دستمان افتید. این دفعه به سرش میپرانم ثابت. فکر میکنم اگر به پلیس سپاریم این مارها یگان سراخی یافته باز میگریزند، یا حالا ثابت یا یکی یگان وقتی دیگر. من میگویم که حالا شود. چقدر آنها را کشتیم ثابت دکین، لیکن این حرامی ها تمام نمیشوند. ثابت وقتی آن رسیده است که سر ما را کفته نابود کنیم. البته امروز باید تمام کنیم. البته رحم نمیکنیم. انتقام سردارم رو میگیریم. پدرم در قبرش دیگر به راحت میخوابد ثابت. من اگر مرم ولی مرگ پیسگار را که ببینم دیگر آرمانی ندارم ثابت. پس زودتر باش جورا جان. رفتیم. سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بورباد انتظاریم. نوشاکی‌های خوش‌طعم از جمعیت دارای مسئولیتش محدود اکوا جوس، شربت‌های امیگو از میوه‌های تاجیکستان با تکنولوژی زمانوی تتراپک شویتسیا. نرخ ارزان، صفت بلند و لذت به‌بها. پلیس ایشو گذارید. دستا بالای سر. لباسان را پتخوب کنید. دستا بالا. اینا رو برید. برید. بیشتید. در اینجا چی گفت از آقای نجیب؟ اصلا به شما چه شد مینیکن؟ هیچ کارم بود، رفتنی بودم. حسابات نداده با کجا میروید؟ از برای خدا گویا که ما میگریزیم. نخواد که چون این گمان کنید. اینا رو گیرید. عثمان دستاش رو بند. بستر. بسیار راجو. جناب پلیسا در نزدیک در میباشن. ای وای سوختیم. از دری مخفی میبرایم. زودتر. دو نفر در قفا رو نظارت کنید. با دقت شوید. سلاح به دستان شاید باشن. تو با من بیا. ممدو. زودتر از قفای من بیا. زودتر میرم. برید رو باشه. می آیند. زودتر شوید. چی کار میکنه؟ چی را انتظارید؟ زودتر! احمقان برای چی ایستادید؟ زودتر شوید! تستر! ممدو این آدم در کجاست؟ سردارم در اینجا یک در است. ایست پلیس. با کجا رفتن؟ گبزن. با فکرم مرد. بیا ممدو. شاید کایمینیک داند. شاید سردارم. زودتر! لبای جنوب. پلیس ها به اداره حمله کردند، اما من گریخته نتوانستم. آمده ایستادم. در اونجا همه تینجی است؟ همه تینج. شما رو انتظارم در کشتی به نام دنیز بشران. مایلش. کابیا زودتر بیا. من به تو نشان میدهم دنیز بشران را. کنی در رو کشو. این پیسگار با کجا رفته است؟ کی؟ مرا گوش کن. حاضر با یک زبان سخن میکنم که خوب میفهمی. ما از کجا میدونیم؟ ما یکان چیز رو نمیدونیم؟ همین خیر. اما من یک چیز رو میدانم. امروز به امنیت حجت های عجایب آمد. در درون حجت ها آید تو معلومات های مخصوص میباشد.
از این گونه سبزده ها شکم من سیر شده است. اونا یک ساعت پس از انادولو فنر با کشتی آنها رو میگریزاند. تشکر آقای مینیک. در فروختن انسان ها همیشه استا میباشید. مردو تو اینها رو به امنیت ببر. من در حال میآیم. سردارم شما تنها نروید. دکان توبرک شما هم با سردار روید. یعنی بچه ها ما با امنیت میرویم. همه با ماشین ها سوار شوند. سوار شوید میرویم. نیازی تو با من بیا. جناب نام کشتی چی بود؟ بشران. این زن در کجاست؟ در کجا بودن این زن را نمیدانم، اما کشتی آنجاست. مالش تو میتوانی روی؟ اطاعت جناب. در اینجا. کاپیتان گذره زودتر حرکت میکنیم. آنها در کجاست؟ میآید. انتظار او نمیشویم. زودتر حرکت کن. برای چی سراسیمایی؟ سراسیمگی سوی اجل میبرد. استید نکشید. با تلفن بسیار خرسند صحبت میکردی. گوش کن، با تو شرط نامه میبندیم. به فکره من با شخصانی که پدرم را کشتند شرطنامه ببندم. من مثل شما مگر بیشرفم پسرگار؟ اکنون میرویم ثابت. شما این طرف رو نظارت کنید. اطاعت فردا.
маркази продюсери ҳамсадо тақдим мекунад. 17 ва 18 сентябр соати 17 дар толури коқи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Менду ва Хайрӣ чиптаҳоро аз кассаи коқи борбад то 10 сентябр бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. дастгирии кулли иттилоотӣ маркази продюсери ҳамсадо рӯзномаи оилавии муҳаббат. ҳар ҳафта шумо маълумотҳои ҷолибро дар бораи филмҳои ҳомиён ва меҳвари ҳақиқат танҳо тариқи ҳафтаномаи муҳаббат ба даст меоред. муҳаббат бузургтарин эҳсоси шумо. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالاگراما ندارند صفت پست داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالاگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده با تشکیلات یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید.